چپ ازتون دورم. امو برات شمدان آوردم، شمدون برات آوردم، امو برات شمدون آوردم. امو چی کارت که میشه ما ایری بالا بذارم؟ بذارم قربونت برم. امو کی دماغت خیلی زده؟ خوش اومدی. امو خدا ازشون نگذره. امو سرمت کو؟ این سرمو بیارم که خیلی خوش اومدی. سلام چت. ما اینجاییم. وای امو امو تو مردی یا نه؟ نه مردی امو. سالمم. این چی هم سالمه؟ بذار من امو اون درسته سر جاشه. تو دعوا میگن لگد مگد مخوری یگان. امو ما طرفداراتم امو قربونت برم. چه لباس خوشگلی پوشیدم. امو نگاه ایرمو اینجوری بگیرم، خب اینجوری بگیرم انگار دماغت عمله. یعنی اگه وسط کجش کنم بذار به چت نشون بدم. نگاه اموره اگه اینجوری بکنن دیگه دماغش معمول شوتای رونالدو میشه دیگه، از روبرتو کارلوس. الان متاسفانه یکم اینجوری امو دماغت. جدی میگم دماغ اینجا بهتر دیده میشه، دماغت اینجوریه. امو چیکار شد؟ امو برام من توضیح بده چی شدم این دماغ شبیه شوتای روبرتو کارلوس. نه چی شد امو اینجوری شد؟ امو راستشو برات تعریف کنم. بفرمایید. داشتم می اومدم تو خیابون. بله. این داستانو یه سریا گفتن تو استریمشون، ولی اشتباه به علت مردم نمودن. همون درسته. من چون زلبلدم خوردم دبونم ندن ددفته. بعد سر دمو متوجه میشن بچا. بله. چت متوجه میشن. چت یه لایک بدین. متوجه. من عمو والا راستیتش داشتم میرفتم بیرون. الهی بگیر. این یه چند تا موردشو نمیتونم تعریف کنم که چه اتفاقاتی افتاد. بله. لیز به لیز بهت میگم. لیز به لیز بگن. من دادم از دمونه می اومدم بالا. بله. یه آقایی اومد زد رو ترمز. زد رو ترمز و منم پشتش بوق. من یکی از دوستام تو ماشین با سر خورد تو شیشه. ای بابا. منم که ناراحت و زود جوش. یه خورده زود جوش، یه خورده دستمو گذاشتم رو بوق. دیدم اصلا براش مهم نیست. تخمش هم نیست. شیشه رو دادم پایین. گفتم حواست کجا؟ گفت کس ننت. ببخش من این نباید میگفتم. مایک چیز شد دیگه. الان صدا بود. بعد دیگه آخه پنجره ها رو بفرمایید. بعد دیگه خلاصه این گفت، من گفتم چه بیادب. دور زدم دور پلیسی دنبالش. فوشای بده. ما خودمون تو لایو همه چی میکنیم. آره آموزش. اونایی که چیترا. اما من دنبال من که استاد ادبیات. بله شما اصلا تا حالا با اون بزنی دهن تا حالا فوش تلخ نخورده. فدات بشه. خلاصه بفرمایید. من اومدم بفهم دهنتون شیرین کنم. خلاصه من بلند شدم اومدم و به یارو هی بو 2-3 بار دیگه زد رو ترمز. من داشتم باهاش تصادف میکردم دیگه. منم با اون ماشین گنده بودم که اگه میخوردم دیگه. منم عصبی پیچیدم جلوش پیادهش کردم. گفتم آقا این چه به من فوش میدی؟ جلو منم میزنیم فلان و بیسار دیگه. ما بین اینکه من ماشین پیادهشم برم تا ماشین یارو دیگه متوجه نشم چقدر با زانو رفتم. یعنی اصلا مسیر با زانو. مسیر با زانو رفتم مثلا. یعنی اینجوری ماشین لینچانی. همون که رسیدم لینچانی داشتم اینجوری میزدم بهش. آفرین. خواهش می‌کنم. یهو پاد میگیره میره. آره بیام اینجا دیگه. همون خلاصه من با زانو که گذاشتم تو در، خلاصه با زانو که گذاشتم 2-3 تا مشت زدم شیشه سراتو. همون چقدر قوی شد. همون سراتو ها رو خوب مسکی میسازن. سراتو ایرانی خیلی شیشه‌ش هم قویه. تنها چیزی غیر اون دسته من خراب شد ولی شیشه نشکست. شما داشتی میگفتی ولی در رو وا کن. گفتم در رو وا کن. در دیگه خلاصه در رو انداختم دستگیره رو باز کردم. اومد پایین. یقه رو گرفتم ماشین گرفتم آوردم فیس تو فیس شدم. یارو 55 سالشه. لب گرفتن. خیلی ناراحت شدم. دیگه دیر شده بود. بعد اون فوشم برای اینکه بگم ول کنیم دعوا تموم شه. اونم ناراحت بود اینکه دیگه من ماشینشو قور کرده بودم. شما پی دی آر کردی؟ بله. بعد دیگه عرضم به حضور دمو این چه اتفاقی افتاد؟ یقه که آوردم بالا دیدم سنش بالاست. گفتم اصلا زشته وسط محل فلان. بله احترام. گفتم که چیکار کنم اما قنچ گردن اینجوری گرفتم. گفتم بگو گو خوردم. هی گردن فشار و اینا یهو شروع کرد فوش خار مادر دادن. اما دست اینجوری دوباره کم تو دهنش اینجوری 2 قنچ اینجوری. ای بله.
ولی اینجوری عجیبه شما لب نگرفته چون عزیز زاده آره، واقعا دیگه دور جذاب زد. بودن. بله دستو گذاشتم جلو دهنش که جلو مردم فوش نده. حالا منو ببینیم وسط داشتم احترام باریکلا. گرفتم دوباره دیدم اون لا داره به من فوش خار مادر ای میده. با برار چقدر بددهنی تو دیگه سام ثابت من دیگه بهت میگم بددهن دیگه خیلی تو بددهنی دیگه سام ما دیگه استاد ادبیات. اما من جلوشو بگیر هی جلوشو بگیر گردن جلوشو گرفتی؟ نه جلوشو نگرفتم. ها یعنی حرف بد. گفتم آقا زشت حرف زد گردن گرفتم گفتم بگو گو خوردم. نگو گو خوردم. نمیگو گو خوردم. نگو. هر کاری کردم. نگو. گفتم دیگه گفت بعد فشار رو زیاد کردم گفت آقا جان ول کن دارم آره گفت دارم خفه میشم نفسم بالا نمیاد ولم کن. گفتم آقا الان یه اتفاقی براش میفته ولش کنیم. من دستمون رو برداشتیم. میگی کامت نه دیگه من نه نه نزد که تا اینجا نزد که من ولش کردم سمت ماشینش گفتم گو نخور برو سمت ماشینت. این که من تو این زاویه بودیم با هم دیگه شما رو تو اونوری کن ببخشید من ولش کردم برم اومد یه چک بزنه مثلا به من اینجوری با دست گذاشت صورت من. ای بابا خون فراوان از صورت من زد بیرون. من دیگه اونجا خیر سنش گذاشتم دیگه ولی زدی دیگه ولی حالا دیگه یه سری اتفاق افتاد الان به خاطر اینکه از اینا میتونن بعداً استفاده کنن. آره بعد به طور کمدی آره به طور کمدی من اون آقا من کاری نکردم. شما کاری نکردی؟ بله. بعد دیگه در آخر ایشون هم من شکایت کرد. باز ایشون آقا شکایتی چه کاریه؟ صلوات مفرستاده. بعد ایشون از من شکایت کردن. یعنی پلیس اومد گفت آقا شکایت نکن این خون ریزی داره فلان. بعد دیگه در صورت ایشون هم من شکایت کردن دیگه ما رفتیم. شما هم شکایت میکردی؟ رفتیم پلیس اومد ما رو برد. در آخر گفتم مقصرش شما باید بخوابی کردنشون بازداشتگاه. جدی؟ اون آقا رو بله. و نگاه چی کارایی میکنی؟ ما بهش گفتم نمیخواد بریم بازداشتگاه. تصویر یکم تاریک نیست. مشتم نزد. به حالت اومد پسی بزنه. ما تو مشهد یک مشت داریم اینجا دستش گرفته. این گرمشت قلگیه. بله. از این زیر میزنیم. بله. دیگه خلاصه پلیس گفت آقا ایشون داره ازش داج مدادی. نشد. شیفت. این آقا گفت حالا نمیشه یه سری چیزا رو گفت چون استفاده میشه گفت دندم میشه نمیدونم اینا رو. دیگه ایشون من از ایشون ما هم زدم. بله. یکم همون لاتیشون رو گفتی دماغ ما هم زدیم ولی ما هم زدم شما هم بگید ما هم زدم شما اینجوری. اما دیگه خلاصه عرضم به حضورت که اینجوری شد. این داستانش یه بچه دیو داره ما ببخشید عذرخواهی میکنم. چقدر دهن باز. ما 3 جلسه دیگه باید برم. چی شده؟ از اون بر چند سال کجا برم؟ سلام عمو سام 203 تا سام عمو چی نه این چیز خورده داداش عمو نفری عمو من مریضم عمو چیکارشی؟ عمو من خوبم عمو بشین پیشم خوبی عمو خیلی نگرانت بودم. این بچه دیروز بیتابی میکنه 3-4 بار فقط خودم سرپاش گرفتم. دماغ عمو نه خنده نکن. دماغ عمو اگه قلب بذاری چه هست؟ حاجی پریدم رو عمو. چی عمو آسیب دید؟ عمو آسیب دید. چی عمو آسیب دید؟ چی عمو آسیب دید؟ گرفتم اونو ولش دماغش بابا نکن عمو رو نگاه شورتم در میاد. عمو رو چی نکن ببخش عمو رو چی نکن الان برو از زیر عمو نه بابا من دماغم شکسته کوسته. عمو حالت خوبه عمو؟ توف میکنم خیار بخورم الان توف میکنم عمو خیار بخور. بواسیرم زد بیرون. پای مرغ بدم آقا این سوپ پا فلیم پا خیلی دوست داره. فلیم عاشق سوپ پاه.
داداش میشه این تو پاتو بکنی تو سوپ فلیم با سر میره تو پشت قابلمه. منو میشه صاف کنی عمو عمو رو بگیر. عمو پشت عمو رو میخوام. پشت منو باشه عمو بگی پاسم عمو خود دماغم برمیگه آقا متخلف آروم 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 سلام عمو نه کس کن دماغم وایسا همرازان نه دهنه میده ببن اما پروستاتت هم گفتم کدوم کجا عمو عمو اونجا نه اونجا نه سالمه اون یه تیک عمو داگی کرد. سویل داگی کرد. عمو از اون تو بچه میاد بیرون تو در بیارم. تو برو تو به دنیا بیا. عمو یا میخوام به دنیا بیارم. بهتری الان عمو ریدی بچه نیورد ریدی. مشکل حل شد خوبی؟ چه خبر؟ این برای من راستی ببخشید حاجی این چه وضعیه؟ اینجا رو عمو رو از دست دادم. عمو رو از دست دادم. چد تو چد پاد بزنم میخوام آرکیو بزنم. چد میخوام آرکیو. بگارم چد داداش دو قلو با من. سلطان اومد کیر آقا نه همسایه میگه کی حسین فلان بله، بزنه. بله. تو فلان حسینی اومد. آقا این پشت سر کیریه منو کرد دیدم واقعا کرد. پشت منو میذارید واقعا آقا کرد. من کسکش مریضم واقعا این کار کرد. راحت باش بعد این هم حاجی نه کسخل من مریضم نه یا امام زمان وای دور بی دهنتون تو دماغش فوت کنم باز. انبه داره. بده بخوره محمد بده بخوره تو رو خدا یه راست بخور. نه یه راست بخور. یه لحظه وایسا آقا من دیدم دماغ سام دیگه مثل قبل دماغ نمیشه یه راهکار واسه منم بخورم ستایی بابا این شدی سگ خود مخورده. نریز زمین کسکش زمین نریختم ریختی زمین وای ببخش نریز رو فرش کی یه لحظه سام ببخشید اما یه لحظه حرف داره. آقا وایسا آقا من وایسا. لختم ایزی آیسا نکن ریدم تو چی شد آقا این دماغ دیگه دماغ میشه شما یه به نه نظر نه نه این دماغ نه این دماغ به نظر شما دماغ صحبت داشتی صحبت تو حالا نگاه کن به همه تو چت چقدر بهش میاد. همه تو چت دماغ جدید مبارک بگی من بگم همه تو چت دماغ جدید مبارک دماغ جدید مبارک دماغ جدید بابا نه این دماغ از دماغ خودش بهتره از نظر کج بودن دماغ اینجا خیلی زوم نیست دوربین یه ذره اشکا یه ذره زومات کن نمیخواستم دماغش نشه. آقا به نظر من دیگه شما با این دماغ باش آقا بیایید پشت دقیقه. آقا بذار من یه دقیقه ریمی تو باز کنم اصلا دونیت شدی آره آقا بذار یه دقیقه آقا شدی من دیدم اونجا چقدر سیب میخوری؟ نکن بابا کی تو دهنه نکن خب بریم چقدر داشتی به تو منه آشکان یه دست خوشه انگور بمیری ما عملمون داداش فردا نه پس از سه شنبه است سه‌شنبه بابا یواش آقا 12 شب ساعت من نگاه بابا کمرم بابا بزن سایارم بیاین راحت شد. من میرم دعوت کنم. به این یه چیزی بده به این یه چیزی بده میرم به این یه درشونو چیزی بزنم بیارم. داداش خفه شو. یه خراب شده یه خورد کنم. یه قضافه آقا نریزید توش هرچی ریزید هست یه خورد کنم خواهش کن نه. جدا میخوای دوتا یاد بگیری با به خدا ولش کن. برو یه کار دیگه کن. برو اسکی رو آب نمیدونم برو کوهنوردی
برو بیلیارد بزن، برو اوپال بیلیارد بزن. آخه کی میره 2 تا 2 یاد میگیره این روزا؟ نیده بودم مثلا مسیج تلگرام. این روزا کی میره 2 تا 2 یاد میگیره؟ چه روزایی هستیم؟ روزای تخم تخیلی. خب از وقتی روزامون تخمیه بعد بریم بازی تخمی یاد بگیریم که همه چی در کنار هم مکمل پکیج بره تو بختمون. واقعا زنگ زدم به خدا. ببین که اگه بگو هر کی بود دعوتش کن. بیارش آخر. آره تو زنگ زد. خب درو با همون بیار بالا. یه قول بده بکش عقب. آقا دمت گرم ببخشید. بیا تو. ای فوی اشکون. عمو بیا عیادت. بیا تو. بیا تو شام بزنیم. بیا تو. بیا. آقا دوربین داداش بیا تو. داداش خوبی؟ تصادف کرده قربونت برم عاشقتم امروز. آقا یه دقیقه وایسا. یه لحظه وایسا. خوبی؟ اوکی اینجایی از وضعیت همه چی راضی هستی شما؟ حالتون چه؟ نظر در مورد زندگی چیه؟ آیه سامی نظر در مورد لات و لاتبازی چیه؟ لات بازی که داداش دورش دیگه آقا به نظر تو به نظر شما آقا شما شغل چیه؟ پیک موتوری. آفرین. الان ما رو میشناسی. قلب بذاری براش قلب. سلطان داداشم. بابا هشاشکامیو میشناسی. ما بقیه‌مون رو دیگه نمیشناسی. چرا دیگه من که دمام بابا ویدیو میگیره. بابا چرا آقا یه لحظه دوستان آقا لات و لاتبازی جواب میده تو دور زمان. الان اگه پول داشته باشی آره. اگر شما با یه نفر لات بازی کنی دعوا کنی تو خیابون آخر عاقبتش چی میشه؟ داش آخر عاقبتش که دیگه پول داشته باشی اینا نگاه کن دیگه‌شو میدی ولی پول نداشته باشی در حبسشو. شما به من بگو آخرین باری که یکی تو دعوا کتک بخوره کی بوده؟ داش الان همه بیشتر دارن کتک میخورن دیگه. به نظر شما کسایی که تو دعوا کتک میخورن میخوان دیه بگیرن؟ بیشتریو که دنبال پولن. عمو خودت پیتزا نمیخوری با همون پیتزا بخور بابا. یه لحظه وایس. بشین یه دونه پیتزا با هم بزنیم. عمو ایشون میخواد 5 میلیون بده. خیلی دعوا کردی یا تصادف کردی؟ نه دعوا کردم. چون عمو جون بزن. تو رو عمو یه عکس دستش این بگیر. حسین عاشق پای این جورابات هم برداشت. عکس با هم بگیریم. عمو خیلی آقا بزن. یه عکس همه بیا. آقا پس نتیجه اخلاقی امشب به بچهای توی خونه بگو. واقعا دمتون گرم. نه دعوا لات بازی جونت بره لات بازی شموم شده. عمو دمت گرم اینقدر باحالی. عشق بذار ایسی بگی. من تو دیما چشم کور شده. ببخشید داداش من چرا؟ برج 8 تصادف کردم پام پلاتینه شارا شهرداری. بگه. چشم الان نمیبینه. ولی دمتون آها ایول بیا اون ولی انرژی تو داشته باشی تموم. دوست دارم. ببخشید آقا. عشقم گوشی. داداشم ناموسم بعد 10 سال پیک اولین شب اینجوری به مولا. میمونی پیشمون به خدا دورتون بگردم. حالتون بشم. مواظب خودت باش. جانم واقعا جان آره اومد پیک بالا ما رو میشناخت اومد یه سرم پیشمون باش من نوکرتم. داداشی واقعا عاشقتم. دمت گرم اومدی عاشقت میزنم ساختمون میشکنه داداش. بگو به عشق چی بزنم. یه دونه بگو بزنم. به عشق چت
دیوونه میخوام فقط عشق چند 1 2 اصلا فقط از تو هستش برمیاد فقط از پسش تو برمیاد ماشاءالله داداش دیوونه شده داشتی ماشاءالله برو جونم این همه هیکل ساختی این همه تمرین کردی واسه امروز حرام رو خب باشه نه این همه اول دعوای من یکی شروع شد 1 2 3 برو چنا یا علی تلویزیون فقط خواهش برو حواست باشه از اون حواست باشه بابا رندیاتور پدرش رو حواست باشه آقا چیکار کنم بگیرش شمی حسین یواش نشکنی آقا این صندلی من کسکش اینقدر نزنید برو دیوونه بلش کن نکن زیرش همش آهنه حسین نزن داداش فکر کن امروز تو کیجی توی قفس توی کیج از همه خفن‌تری رونالدو فوش شده حسین استرس بزن نزن رونالدو چی حسین عدشو نزن یا علی حسین یه دیوونه بلند دماغم کیر تو دماغم جواد حسین چطوری خوبی حسین خوبی خوبی ماشاءالله دیوونه استریم ماشاءالله آچه اومدی بچم آچه اینو اول بذار تو آقا آشپزخونه مثل که ربکا استوری گذاشته عاشق حسینه برو ببین استوریشو مثل که بچه‌ها دارم جان سام بابا عاشقتم دیگه اسکیش در این چی کرد من ربکا الان پول اینو میده من میرم آقا چرا برام خوشحال گفتم بهش میرسی من بگو مبارکه گفتم دو طرفه من میرم بهش گفتم ببینم تو رو خدا ببینم با چت انجام دادش امشب تو اگر امشب مخ ربکا رو زدی چی به من میدی هر چی بگی چی به من میدی چی میخواد 500 تتر من ولت ندارم اصلا آمد کاری کنم جور منو بکش تو رو خدا جبران میکنم آقا خداحافظی کن من برم دکمه‌شو بزنم آقا واقعا دم تک تکتون گرم مرسی خیلی لطف کردی مرسی امروز بودین ویدیو یوتیوبش رو گرفتیم ویدیو یوتیوبش هم میاد ما 1 ساعت کلا می‌خواستیم استریم کنیم به خاطر کلم 1 ساعت به خاطر اینکه من از خانواده استریمم و همیشه اولین اتفاقا رو تو استریم می‌بینید دمتون گرم مرسی که همراهمون بودین مرسی از بچه‌ها دست تک تکتون رو می‌بوسم پاتو میبوسم این پاتونو بوسه این چند روز واقعا که من حالم بد بود همشون خدای در کنار من بودن دمشون گرم خیلی دوستتون دارم مرسی دمتون گرم بچه‌ها مرسی که لایو استریمو بودین مراقب خودتون باشین فعلا خدافظ